ارتش شوروی از افغانستان رسو 39 سال سپری شد. 15 فوریه سال 1989 به در گردیدند. بسیار کارهای بودن، بسیار جنگهای بودن، بسیار عملیاتهای بودن که شوروی در اونجا گذرانید و اون کار و پرخاش و سیتیزه ها و اون کینه ها هم امروز فرو رفتن. اما تاریخ دولتداری شوروی و تاریخ ارتش شوروی که تاجیکستان و افسران و عسکرهای تاجیک یکی از جزء و تامهای اصلی و اصولی و کلیدی جنگ شوروی در افغانستان بودن تا امروز پژوهش می‌یابند. چند مقدم در تلکانال زوزدا پلوس ژورنالیست سرگئی медведев با نام заложники операция спасения заложников یک بسیار برنامه خوب کرد و اما اندکی از حقیقت دور بودن. در چه مورد بود که اون نفران کلیدی که گروگان ها را آزاد کرده بودند اصولا با سروری یک تاجیک سربلند و چند تاجیک ترجمان و هم چند تاجیک جنگاور دیگری که در اونجا در هیئت دسنت بودند شرکت داشتند. اما از اینها تقریبا نام برده نشد، تنها از یک نفر نام گرفتند. ما میگوییم که از کی. و اما گوهر آن حادثه چه بود؟ روزی 1 ینوری سال 1983 16 تن از ملکیان، مهندسان و متخصصان سویتی را، شوروی را مجاهدان را بودند و گرو گرفتند. بعدا разведка یا خود خدمات تجسسی کمیته امنیتی دولت شوروی یا خود KGB معین می‌سازد که باید ماه مارس سال 1983 در واشنگتن یک سیمپوزیوم بزرگ میشد که درباره تجاوز شوروی، واردشوی شوروی در افغانستان قصه میکرد و تمامی جهانیان را ضد شوروی برمیخیزاند. برای این مخصوص مجاهدان امر میگیرند با امر ЦРУ خدمات مرکزی تجسسی امریکا که کیها را باید دانه دانه بدزدند، گرو بگیرند و با پشاور پاکستان آورده و از آنجا متخصصان امریکایی آنها را پنهانی به واشنگتن بیارند و از آنها فکت و دلیل ها را بگیرند. خلاص کلام 16 نفر را میربایند متخصصان ملکی را با امر یکی از مجاهدانی که با نام مولوی نورالدین معروف بود. در اینجا گماشته او مولوی عثمان، یک مجاهد دیگر، این گروگان ها را میرباید و باید اینها را میبردند. همین سلسله ربایی و دزدی گروگان ها رسو 1 ماه دوام میکند و تحت کنترل، تحت سروری، تحت کاربری پالکوونیک، امروز پالکوونیک ظفر اکراموف، یکی از چهره های معروف و شناخته شده دولتداری هم دوران شوروی و هم دوران استقلالیت، مشاور عدلیه درجه اول که امروز مهمان ما هست و یکی از شاهدان کلیدی هست که روزها متاسفانه که در چندین کتاب ها این گروگانگیری ثبت شده است، چون که این از همه بزرگترین گروگانگیری در دوران شوروی بود. شوروی را گروگان گرفتن مشکل بود و آنها گروگان گرفتن و این تاجیک پسری که اون وقت یک جوان هزار بود و در اونجا به حیث افسر خدمت میکرد، در آزادسازی اینها رسو 1 ماه زحمت کشید و مهمیت کار این بود که برادر قهرمان امروزه ما ظفر اکراموف برادرشون نیز گروگان بود که در آخر در سر دستی ظفر اکراموف برادرش جان میدهد. برادر را نجات دادن نمیتواند
اما روس و اوکراینی و دیگر نماینده های خلق سویتی را نجات میدهد. اکبر زفر خوش اومدید. سلامت ما یوتیوب کانالی SSSR TV. طوری که ما گفتیم اطراف همین گروگانگیری خیلی صحبت و بحث تازه خاموش نمیشود. از چی شروع شد؟ از آن چیزی که شما قبلا گفتید ضرورت پیدا شده بود که باید دلیل های رد نشونده پیدا شود با گرفتن نشانداد گروگیران که در آینده بر مقابل باید سیاست اتحاد شوروی و دولت اتحاد شوروی در عینای در آمدن به افغانستان و در عملیات های در دایره افغانستان بودگیشون باید دلیل ها پیشنهاد کنند تا که جامعه جهانی تواند که با همین دلیل ها محکوم کند حکومت سویتی را برای غیر قانونی در آمدنش و جنایت های که در آنجا با مقابل خلق افغانستان کرده است. این کردنش دوام دارد. به همین خاطر از جانب رهبران آن وقته ضد افغانی که 8 گروه بودن، یکی از آنها مولوی از رهبر حرکت اسلامی افغانستان مولوی نوردین بودند، با سفارش همو رهبر منطقوی در منطقه ولایت بلخ مزار شریف عمل میکرده همین حزب مولوی عثمان تصمیم گرفتن که متخصصای شوروی را هر چیزی که باشن، هر قدر که زیادتر باشن و اینا برای مردم افغانستان یک کامپلکسی کلان آسیا، خلیب و کمبینت، پخت پزی، نان و دیگر چیزا خب الیواتور ساختمان میکردن و نوبت یکمی با استفاده دادن همین در مزار شریف کار میکردن. خلاص روز دیوم با بهانه دیوم ینوری سال 1983 با بهانه آنکه اینا روز یکم اول سال رو قید میکنن و دوم اینا را میمون میگیرند، طرف افغانی میمون میگیرند و در همین دوره آنچه که ارتباط این گروه میمون میگرفته از جانب افغانی با گروه مجاهدین در راه بازگشت تقریبا ساعتهای 3:30 بعد 4 بیگاهی از جانب مجاهدین افغانستان 16 نفر در یک اتوبوس از متخصصان شوروی را گروگان می‌کردند. در همینجا وقتی که من همون برنامه زویزدا پلیس رو گوش کردم، ژورنالیست و شاهدانی که در اونجا نبودن اونها میگفتن که گروه میآید و اتوبوس غیب میزند. گویا در اصل چی بود؟ در اصل اون بود که ما تقریبا 25-30 نفر متخصصان سویتی که در اثنای میمانداری اشتراک داشتن همه اینا رو یک جای میگرفتن. وقتی از محله که جایگیری شوی همون اینا پاسپورت هم نداشتن. هیچ چیز نداشتن. از محله جایگیری شوی تا جای بودن شادیان تقریبا 4-5 کیلومتر است. در میانه راه در منطقه باغ زنانه نام زیبو باغ زنانه کوچه چارکند که همه گروه مولوی عثمان راه اینا رو پیشگیری میکرد، راه اینا رو بند میکنند. در یک اتوبوس 16 نفر متخصص سویتی و در دو ماشین دیگر 5 نفر 10 نفر متخصص دیگر بند. اینا کوشش میکنند در همین استفاده بر راه دیگر قطعی از بین میروند. دو ولگه که میگریزن. اتوبوس با همراه 16 نفر در پیش گروگانگیرا از بس که خود راننده هم دستور گرفتگی بود که باید اینا رو سپارد. طبق گفته شاهدان روس در اونجا نه اینکه اتوبوس از پس غیب میزد بلکه اتوبوس حتی پیش میره. دو ماشین پیش میره بعد اتوبوس از پیش شد. خلاص در اثنای تیرپرانی و اتوبوس احاطه کردن متخصص صورتی کمی بیش مقابلت میکرد. در اینجا تیرپرانی شروع میشد. اشنای تیرپرانی ایگور شیپولی گفتگی یک از متخصص شوروی در دست چپش در همین رگ دست چپش تیر میخورد. باقیمان همه اینا را فوراً از اتوبوس فرآورده با یک قبرستانی که در گوشه
شرقی چی است؟ همین شهر مزار شریف است، اینا رو برده پنهان میکنن. این علاقه عملیات آماده شده طرح همه طرحی شده، حتی تمام نقشش کشیده ایفت که کدام ساعت کی در کجا باید برده رسونن. وقتی که آدمایی که پیشتر دو ماشین آزاد شدگی بود و اینا رفتن تا خبر کردن با خدمات امنیتی دیگر تا آنکه گروه های شوروی و گروه های افغانی از حساب سرنده خود و حربیان تا جمع میشن، نظامی ها جمع میشن که حلقه پیش 2 ساعت 3 ساعت میگذرن. پس عملیاتی کافتکاوی تا ساعت 10-11 شب دوام میکنن و نتیجه نمیبخشن. خب وقتی که عملیاتی موقتا ختم میشود، همون شبانه همین گروه 16 نفره را خب گرفته و جایی که باید ضروری هسته به طرح معمول باید برده رسانن. خب از کدام ساعت یا روز شما جمع شدید؟ خب ما روز سیم ینور صبحیدم ساعت 8 سحری روی با جای کار نمایندگی وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در نزد وزارت کارهای داخلی افغانستان وقتی که وارد شدم، پیش از همه وضعیت جمهوری افغانستان میپرسید. خب با ما گفتن که نوبتور با ما گفت که از مزار شریف 16 نفر متخصص سویتی را ربودند. بنابر سببیان که تا این دم یکان بار این گونه گرمگونگیری هیچ گونه نبود، علاهیده بود. یک تنیم تا علاهیده بود. اسکران یا اسکران در اصل همه فقط از آدمای نظامی را میبودن. در اینجا هم نظامی ها باید برده میشدن بعد گرفتن سپارش و هم آدمای ملکی. خلاص روز 3 ینور ساعت 8 سری معلومات پیدا کردیم و معلومات های وزارت کارهای داخلی شناس شدیم. بعد نزدیک جنرال کلیشنیکوف در آمدم و از او پرسان کردم که کدام گروه را گرفتن، چند نفر آدم را گرفتن. شد در اینجا کوتاه کلیشنیکوف معاون رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی است در نزد وزارت کارهای افغانستان. بسیار آدم با تجربه، پیش هنوز از سال 1978 در افغانستان فعالیت میکرد. بعدا با ما گفت که در اختیار تصدیق کرد که گروه 16 نفر هستند. من از او پرسیدم که در قطار اونو برادر من فلانی هسته، همین تصدیق کرد. نام فامیلش اونجا همش آمدن. شما بدونید که برادر شما اونجا بوده. ما چند مرد پیش از این بار رفتگی بودم با اونجا. در دیگر هیئت خطی رفتگی. شما تا این دم چند سال در افغانستان بودید و به حیث کی کار میکردید؟ ما در این دور 2.5 سال علاقه در افغانستان بودم به صفت مشاوری ریاست وزارت کارهای داخلی افغانستان با مقابل تروریسم و دیورسیا فعالیت می‌داشتم. رتبه‌تون چی بود؟ وقت پدپالکونی بودم و پدپالکونی که ارتش شوروی میلیسای سویتی و رهبر همین ریاست آصف پریان، گنرال آصف پریان بود که با اون بسیار ما مناسبت نیک دوستانه پیدا کرده بودیم. بسیار که آدمای وطن پرست افغانستان بودن. بعد خودش گنرال در اومده گفتن که برادر شما هست. من گفتم که محترم گنرال الکساندر سرگیویچ، من آماده هستم در آزاد کردن در کافتکاو آزاد کردن متخصص سویتی اشتراک کنم. و گنرال گفتن که بعدتر من شما را دعوت میکنم، من به شما وظیفه علایق میدم. امروز وظیفه ما از این عبارت است که گروهی علایق آماده سازیم، فردا با مزار شریف برابر من همین گروه میرود برای کافتکاو آزاد کردن متخصص. بعدم بیگاه با ما سپارش دادن که بنابر سببی هم که قریب 1 سال عملیات قوای شوروی در وادی پنشیر در مقابل دسته‌های احمدشاه مسعود میگذراندن، احتمالیت از آن دور نبود که شاید احمدشاه مسعود در این عملیات دست داشته باشد و گروگان گرفته باشد و مقصد آن که می‌بده برای خروج کردن قوای شوروی از پنشیر و عوض کردن اینا چی کنه شرط ها گذارد. همین احمدشاه مسعود آدمان ملکی رو گروگان بگیرد یا نه؟ یگان آدم ملکی را گروگان گرفتگی بود تا این وقت، لیکن آدمای نظامی را گرفتگی بود. چندین نظامیات در قرارگاه اونا بودند و از بالای اونا درباره اونا ما معلومات های زیادی داشتم.
بعداً با من همه خیلی سپارش داده شد که در کوتاه‌ترین مهلت میان میکنید و بعداً با سپارش راهبر نمایندگی جنرال لتنانت سیگانوف نیکولای افیمویچ و تقدیر رفتن نرفتن من با مزار شریف حل میشد. یعنی که شوروی غافلگیر شد. شما اصلا نمیدونستید که کدام گروه گرفته است، چرا گرفته است، کجا میبرند؟ اصلا تو همین دم نمیدونید. هیچ معلوم نبود. کسی هم معلوم نبود. عملیات مخفی بود که تحت پوشش ЦРУ کرد. ЦРУ بسیار عملیات مخفی بود. بعداً در دوام 2 روز به سبب اینکه من در قرارگاه خودی احمدشاه در نزدیکی احمدشاه مسعود چون آدمای نزدیک داشتم و اگند داشتم. آدمای استخباراتی داشتم. میان کردم که احمدشاه مسعود و تمام گروه در پنشهر بودگی مجاهدین ضد افغانی و گروگانگیری همین 16 نفر متخصصان سویتی دست ندارد و در برابر همین منبع استخباراتی با من گفت که در اونجا گروهی مولوی عثمان عمل میکند از حزب حرکت اسلامی افغانستان و احتمالیت زیادی هست که همین گروه گرفتگی باشد. اینا پشتونا بودن نه؟ اینا هم تاجیک پشتون هر گروه بودن و من همین آدم آماده ساختم به اختیاری آدمایی که در مزار شریف عمل میکردن من فرستادم و میان کردی که با کدام رو در آینده با من در علاقه میبرد. بعدا همون بگاه همه معلومات رو جمع کردم نویسوندم و نزد نیکولای افیمویچ راهبر نمایندگی در آمدم و دید که بسیار که عملیات بسیار چی هست، اهمیت کلان جدی هست. همراه من گفت که میریم نزد سفیر طبیب احمد طلعتویش، سفیر اتحاد شوروی در افغانستان. بعد آخری با سفیر معلومات را با سپارش سیگانیک با مرکز با مسکو فرستاندن و گشته بعد دفتر کاری سیگانیک ما یک جا آمدیم. در اونجا بعد فکر اندیشه زیادی با من گفت که تاکید رفیق اکرام شما آماده شد فردا با یکی از تیارهای مخصوص با اختیار کلوشنیکوف الکساندر سرگیچ با مزار شریف برای ادامه دادن فعالیت برای کافتکار گرمگیرا میروید. و من از اونجا برآمدم با راهبری با سردار ریاست مبارزه با مقابل تروریسم بندیتیسم دیورسی وزارت کارهای داخله پریان تلفن کردم و در تلفن در جواب گفت که من در دفتر کاری هستم بیایید. بعد فکرانی‌های زیاده پریان گفتن که شما صبحیدن بیایید تا اون وقت ما یک اندیشه میکنم. روز پنجم ینور نزد پریان آمد و گفت که راهبرا رو گپ زنید که من خودم همه گروه افغانی را میگیرم با همراه شما با مزار شریف برای کمکی همین قوای جلب شدگی برای کافتکاری گروگانگیران میرویم. با سپارش سیگانیک من گروه پریان در حیاتی 6 نفره در یک جایی با لباس های تغییر لباس کردیم با لباس های افغانی با مزار شریف روز 6 ینور سحر وارد شدیم. بعد ارتباط پیدا کردم با کلوشنیکوف الکساندر سرگیچ و تشکیل کردن چاره‌های جستجویی از جانب گروه آصف پریان در دوام 4 روز میان کردیم که کدام گروه حقیقتا گرفته است، چند نفر در کجا شب یکم شب دوم و مقصد از گرفتن گروگانگیرا از چی عبارت است. فعلا شما فهمیدید که مقصد چیست؟ فهمیدیم میان شد از بین 4 گذشت و پرگی میان کرده شد که اینا باید با پشاور با پاکستان با اختیار همه گروه مجاهدین همه راهبریت مجاهدین افغانستان باید انتقال داده شود. بعد با کابل برگشتن گروه آصف پریان و علاقه‌های در اختیار من موندن، نفرهایی که با کافتکار میکرد در اختیار من موندن و در برابر گرفتن معلومات‌هایی که این روز در کجا بودن، روزانه در کجا بودن، شب در کجا می‌بودن،
با هر یک جای منطقه که معلومات ها میگفتیم دسنت برابری منقطی دسنت در حیات 80 نفر 60 نفر 100 نفر وابسته از دوری وابسته از آن که در اونجا میفهمی که کدام گروه عمل میکنه شماره خب بندی چهارته که مجاهدات چقدر هستن و همونجا دسنتی رو میکنه تقریبا خیلی یک 15-20 مراتبه این حالت های به هر منطقه دسنت کردن. در این بار زد و خورد ها نبودن؟ زد و خورد های بسیاری بودن. چه قدر زد و خورد های بسیاری بودن. هر یک دسنت یک جنگ یک تیرپا. حتما با چند نفر دیگه ما وقت بالا کرد چند نفری از مجاهدان ما چی میگرفت گروگان میگرفتیم اسیر میگرفتیم و برای معین کردن جای بود و باشی همون معلومات های دقیق کردن معلومات های جای بود و باش آدم ها رو از قریا گرفتن و مزار شریف می آوردیم توسط این تیارا. میتوان گفت پالکوونیکی به همین عملیاتی که شما همون شب و روز میبردید از مسکو، از کرمل، از خودی سرور اول دولت شوروی هم خبر داشتند و راهبری میکردند و تحت کنترل داشتند؟ حتما همش راهبری روز راهبر دولت همون سال اندروپ و یوری بلدیم روش بودن. اندروپ خودش امنیتی بودن، راهبر امنیت شوروی بودن. یعنی که میتوان گفت که حتی تحت کنترل بیوسته راهبری دولت این بسیار اهمیت کلان سیاسی داشت. مثلا این آبروی ایمیجی دولت میرفت. برای من از جانب با شخصا با امضای اندروپ یوری بلدیمیرویچ و تمام ساختارهای در افغانستان بودن ساختارهای نظامی همین خیلی سپارش آمده بود. روسی خطی همین خیلی айнан предписываю всем военным и другим структурам Советского Союза, находящимся в Афганистане, принять все меры к освобождению заложников. Не допускать перехода заложников за кордон. Юрий Владимирович Андропов. И айнан. Андропов. و همین عملیاتی که در سطح بالاترین شوروی بود و همونجا امریکا خوش بود و ناتو و دیگر با یک توجیه باور کردن. اگر با دیگران با در قطار دیگران این جمله شما در بین مردم محلی که زبان رو میدونستن و ارتباط زیاد خصوصیت مردم رو میدونستن عرف و عادت مردم میدونستن و تمام رهبریت آموزش وزارت کارهای داخلی در ارتباط بودن خب بغیر از دیگر از جمله با دستگیر پنجری که کاتب آموزش کمیته مرکزی اتحاد شوروی بود خوش پنجری بود با اون در ارتباط بودن از همین خاطر ما بسیار عملیات های عرف و عادت تمام رفتارهای مردم رو به خوبی میدونستم. خلاص شما 40-50 بار دسنت پرتاب بر هر جا در هر جا با فرمان ویژه اندروپوف و جستجو میکردید اما نتیجه همین نتیجه در اون بودن که ما معین میکردیم حقیقتا معلومات های گرفتگی ما تصدیق خودش میافت و زینه یعنی میتوان گفت که اون عملیات اونها خوب طرح‌ریزی بود که شما وقت 1 ساعت 2 ساعت یعنی در میموندیم 2 روز 3 روز در میموندیم به خاطر اون که بسیار مسافت دور بود تا آدما با ما معلومات می آوردن طرح‌ریزی میشد به شتاب عملیات به شتاب عملیات قرار قبول میکرد 2 روز 3 روز لیکن هر یک حالتی که در کجا بودگی شونه ما پیام 2 روز 3 روز دنبال میکردیم شما پیگیر میکردیم روز 14 ینور یک چیز دیگر رو من باید با بیننده رسونم که در همون شب و روز در همین موضعی که عملیات میرفت خیلی برف بلند زده بود و خیلی خنک بود این هم دشواری بود همون منطقه با نام کوههای البرز یاد میشه همون که از طرف راستش این در بلخاب شاهنامه کوه البرز با واسطه کوه البرز اینا با قشلاق اندرا و توسط با بامیان بعد با غزنی و پشاور باید انتقال میدادن. سنه 14 در یکی از عملیات 14 ینور در یک عملیات یک در قطار دیگر مردم یکی آدمی بسیار تقریبا 60-65 ساله با پالتوی آموخته سیاه شوروی که مردم افغانستان این چند لباس نمیپوشید دستگیر کرده شد
و کلوشنیکوف با من گفت که شما با همراه گروه کار کرد و بخصوص من این آدم با چی کنید توجه زیاد کنید. در نتیجه کارهای زیادی با همراه این آدم حقیقتا معین کردیم که همین گروگانگی را دو شبانه روز 2 روز اصلا در قریه که همین زندگی میکرد تقریبا 80 کیلومتر از مزار شریف بالاتر و در یک قریه های همسایه بودن و با کسانی که گروگانگی را اینا در ارتباط هم شده بودن و سبب این که آدم بسیار یک آدم سابق، آدم پهلوان، آدم بزکش، آدم بسیار آبرو در آن منطقه بود و آدم دارا بود و از مجاهدین هم این آدم ضرر زیاد هم دیدگی بود و همه حالت ها را استفاده بودم. اونم من کوشش کردم که برای کار با ما جلب کنم. بعدا در نتیجه گفتگوهای زیاده با ما میسر شد که رازگی آدم را بگیریم و این آدم نام مستعارش میگم نام سعید، چون که حاضرم اگر تمام نام با جزئیات بگیم امکانیت هست که به اونا ضرر رسد، به اولاده اونا ضرر رسد. و بعدم گفتن که ما دستگیری زیاد میکنم، کمک زیاد میکنم برای آشکار کردن جای بود باشون. شرط همین است که یکی از خوارزادهای ما در ترمه مزار شریف است، در مبسخانه مزار شریف است، همون آزاد کرده شود. بعدا ما تمام معلومات هایم که از گرفتگی را با کلوشنیکوف روز 15 ژانویه پیشنهاد کردم. بگو کلوشنیکوف با من سپارش داد که پلن آماده سازی استفاده برای همین آدم برای آشکار کردن جای بود باشی گروگانگی را با ما پیشنهاد کنید. حالا تا بگاهی شب تا بگاهی همون روز 15 پیشنهاد کردم. خب شبانه روزی در شبانه دستگیر کردن، کلوشنیکوف دستگیری کردن. بعدا با سپارش کلوشنیکوف دیگر مردم های دیگر برادر نمان خوارزاده سعید از ترمه با یک چند گروه دیگر آدمایی که در همون مبسخانه مرکزی مزار شریف مبس بودن، مبسخانه گریزاندن، گویا گریختن. در اصل شما گریزاندن، اما برای آن که آشکار نشد دیگر افغانها را اما گروه همه را گریزاندن. و بعدا در یک شب بعدا از این عملیاتی که شما مردم رو مخصوص گریزاندید هیچ کس هم خبر ندارد، حتی زندانبان‌ها هم خبر ندارد، هیچ خبر ندارد. همه اونا طرز گذرانده شد که یا خودشون گرفتن. بعدا خوارزاده همین سعید در جای درکاری آدمای ما گرفتن و آمدن در اختیار من سپاریدنش. خب بعد مسئله با رابری کلوشنیکوف رازگی شتاب ترتیب استفاده برای همین سعید خوارزاده اونا ما پیشنهاد نمودم و با سبب اون که بسیار مسافات دور بودن و از نگاه امنیتی امکانیتی نبود ما با اونجا رفتن از خود اشخابات از یک گروه اشخابات پایتخت روزای ترکمنستان اون مرکزی حوزه سرحدی آسیای میانه بود. از اونجا 350 نفر با نزدیکی کوه البرز منطقه اکوپروک میگن 5 کیلومتر از طرف غربی اکوپروک پرتافتن و برای ما در یک شبانه روز جا تیار کردن. روز 16 من همراه 2 نفر سعید همراه خوارزادش و 2 نفر آدمایی که من همراهی میکردن از آدمای شوروی، یکی از تاشکند بود، دیگرش از اوکراین بود، از گروه های مخصوصی کابل که در اونجا عمل میکرد در اختیار وزارت کارهای داخلی اسیه در افغانستان بودن. برای هم راهنمایی کردن. بعد دستوری زیاد دادن، دستورهای عمیق زیادی دادن. ساعت 8 بیگاه من 2 نفر از همین منطقه جواب دادم تا اون که به ساعت 11-12 شب برگشته بیاین. بعد که بایلاشون واخری میکنن وضعیت منطقه را فهمیده کشته بیاین. حالا ساعت 1 شب هر 2 نفر با اسب برگشته آمدن و بعد دستورهای زیاد دادن، دستورهای زیاد مسئله منطقه را وضعیت محاکمه کردن. این آدما را ما جواب دادم و راهی
منطقه که گروگانگیرا شاید در همونجا باشد، این قریه کلان همون منطقه با نام اندراب، تقریبا از همین جای بود باشیم و تقریبا 40-45 کیلومتر دورتر اینا رسیدگاه شدن با اسب. در دوام 4 شبانه روز و برگشته آمدم و بسیار معلومات زیادی درباره از اول تا واقع در کجا بودن، در کدام خانه بودن، در کدام منطقه بودن، امروز با کدام لباس هستن، در کدام وضعیت هستن، با من معلومات زیاد دادم. تا همین روز شما یگان فکت و دلیل دیگه درباره اونو نداشتید؟ نه دلیل دقیق نداشتیم. کی هست، چند زنده موندن؟ در همون مجاهدان یک نفر را تو سر زدن تقریبا در 3 کیلومتری برآوردن از شهر مزار شریف به سبب خون زیاد ریختنش دیگر امکاناتی راه گشتن نداشت و اونا سر بریدن. یعنی که سربری دولت اسلامی از همون وقت خب همون خیلی سفارش دادن که فلان مادر ایره فلان کنه و یکی از همون مجاهدان ایره بیتن سرش بریدن. ایگور شیپولی در روز دیم یعنی در روز 3 ینور جسد او را پیدا کردیم. بعد خلاص کلام اینها آمدن و گفتن که در اندراب 15 نفر دیگر زنده هستند. زنده هستند و سبب اینا یک چند روز در اندراب ماندن و سبب آن است که اونجا بسیار افغانستان مرکزی در همون ماه ینور فوریه بسیار برف زیاد است. خب بیش از 2 متر امکانیت گذرانده نشد و از طرف دیگر از اون طرف بانیان قوای شوروی همه منطقه رو بند کرده در راههای برد باشه و اینا امکانیتی باید پیدا میکردن که یا برای ولایت غور و دیگر ولایت ها قطعی بعد اینا اون طرف میبردن و گفتن که با سبب ناراضگی مردم همین منطقه اندراب 1-2 روز پیش گروگانگیرا را با منطقه وحشک بردن که تقریبا در 3-4 کیلومتری غربی همین قریه اندراب واقع کرده. اگه اهالی اون رو پیش کرد میزنن و در گرد اطرافو چند مرتبه ما عملیات ها گذرانده گفتیم لیکن جای بود باش برای ما عمیق بیان نبود. نباشد ما در خیلی اندراب هم عملیات دیسنتی میگذراندیم و سبب دیگر محدودیت امکانیت همین گروه سعید ما این آدم ها را مینداری بسیار کردم، مبلغ زیاد چون دادم، تشکر زیاد. مبلغ هم جدا شدن. مبلغ جدا شدن، بعد مبلغ شخصی خودم شکر زیادی کردم، مینداری زیاد که اینا خیلی خوش کردیم. من خالقون یک معذرت بخوام برای خواننده بگم که ظفر اکراموف وقتی که میفهمد که برادر خودش هم در همجا هست، علی همون معاش نیم ساله خود را در برابر اونی که با فرمان اندراب تمام شوروی پول جدا میشد، مبلغ‌های کلان برای کارهای تجسسی از کیسه خود تمامی ذخیره پول خود را خرج کرده بود تا این گروگان‌ها آزاد بشد. خود دوام بعد خیر خوش با این کس ما با سپارشی کلوشنیک الکساندر سرگیویچ با مزار شریف برگشتن و تمام حالتی که معلومات جمع کردیم در کجا بودن گروگان گرفته شدگان و در آخران در کدام نقطه بودگیشون جای احتمالیت بود و باشون معلومات های دقیق پیشنهاد کردن. بعد از 2 روز بعد از 2-3 روز روز تقریبا 23 ینور با سپارش کلوشنیکوف و با پیشنهاد من 2 روز در راه بودن در دیگر سال برای دقیق کردن جای بود و باش و گذراندن میبدن عملیات های آزاد کنیم من با برگشتن به همین منطقه اخکوپرو منطقه که جای قیسن واگذار شدگی هستن با همجا برگشتن. در قطار این دفعه دیگر نقشه را کشیدیم، استفاده بردن کارمندای اپراتیوی وزارت کارهای داخلی افغانستان آورده در برابر همون در قشلاق اخکوپروک در یکی کاروانسرایا اینا را به صفت گویا چی هستن تجار 2 نفر کارگرای اپراتیو در اونجا جابجا کردن. این تقریبا 5 کیلومتر از جای بودوباش ماست و ما هر یک روز 2 روز بعد وامی خودیم و ما
احوال همون منطقه را وضعیت منطقه خب معلومات اضافه نوی میگرفته که درباره جای بود و باش گروگان شدگان معلومات پیشنهاد میکنه. سنه 31 ینور بیگاهی ساعت 7 نیم خب با کانالایی که ما ارتباط داشتیم با ما میان کردن که با ما رسوندن که ما باید با روی همون 2 نفر کارگر اپراتیو واخریم. از ساعت 7 نیم 8 ما در بیرون از همون منطقه 31 ینور علاقه 30 روز 30 روز گذشتگی بود. واخری کردیم خب بعد در اثنای واخری با ما گفتن که همین روز 31 از پیشی همون گروگانگیر شدگان 2 نفر آدم آمدگی هستند که این شب خواب میکن در همین کاروانسرای فردا طرف مزار شریف میرن. این آدم ها کی بودن؟ چی مقصد داشتن؟ مقصد از آمدنشون مقصد از رفتن مزارش برای ما معلوم نبود. فقط ما وضعیت استفاده میبردیم که باید این آدم ها رو امکاناتی باید روان کردن ما نمیماندیم، باید حتما اینا رو ما دستگیر میکردیم. به همین خاطر معلومات آن چیزایی که کارگرای اپراتیو وزارت کارهای داخلی افغانستان بودن برای ما الکی احتمالات زیادی بیان کردن جای بود و بودش معلوم شد. قریه وحشک پایان باغ اندرابی در یک خانه‌ای که در یک باغ است، در 2 خانه است و از قشلاق وحشک تقریبا 1 کیلومتر وحشک پایانتر در لب دریای بلخاب. برای دقیق کردن معلومات و استفاده بردن همین 2 نفر آدمی که از پیش گروگانگیرشدگان آمدن ما نقشه طراحی کردیم و 40 نفر از همون سرچیا که من گروپ بودم در اختیار من داده شد و صبحیدن ساعت 3 و منطقه اکوپر بخشلاق اکترو رسپار شدیم. پیش از این 2 نفر کارگر اپراتیوی را شب روان کردیم و با اونا مصلحت کردیم که شما از پلوی چپی گروگان همون 2 نفر آدم میستیدون ما همه منطقه را اتحاده میکنیم خب همه شما را میگیریم خب و شما شرطاً در جای میسته که ما دانیم که این 2 نفر کی هستند. از طرف راست همونا از طرف راست همونا و همه خیلی هم شد. ساعت 4:15 ساعت 4 نیم ما منطقه اکوپر که احاطه کردیم. احوال زیاد بودن. او یک قشلاق بسیار کلان است. قشلاق کلان مرکز یک جماعت به نام جماعت تقریبا 4-5 هزار اهالی دارد. خب همین تیرپرانی که هیچ چیز نیست، یگان تیرپرانی نشد. اون تاریک در همین تاریکی هنگامی که باید گروه را دستگیر میکردیم و گروه را جدا میکردیم برای گرفتن یکی از همون آدما تاریکی را استفاده بوده گرفت و دیمش گرفته با محلی جای بود باشمون آوردیم و در نتیجه گفتگوی دور دراز و ما هم میان شد گروگانگیرها در کجا بودن، در کدام حالت هستند، رویهشون چی است، لباساشون چگونه است. یک سوال اما با اون نفرانی که شما نه که راستش رو دستگیر میکردید زبان میافتید، پول پیشنهاد میکردید مال یا اینکه لطکوب و عذاب و اذیت؟ خب از من شخصا از من و از گروهی که با من بودن بغیر از معامله خوب، مناسبت خوب، سخنهای خوب، پیشنهاد پول پیسه خیلی که افغانستانی ما دیگر کاریگر نداشتیم و همین کوشش میکردیم که در کوتاه‌ترین حالت ما زبان یکدیگر رو ارتباط به یکدیگر پیدا کنیم. شاید که ظلم میکردید و دروغ میگفتن. دروغ هم میگفتن. این حالت هم این حالت هم شاید جای داشته باشند. خب لیکن در گروه من نبودیم. بازداشت کردیم. خب تقریبا 2 ساعت همراه آدم بس صحبت زیادی کردن و از اون منطقه از محله پرسپاش کردن و کارتایی که در اختیار داشتیم خریدهای در کاری که گنجشتبی ارمین سیویتی بودن و اونا مقایسه میکردن تا کدام درجه دقیق نزدیک بودگی هاشون. بعد وابسته برای صحیح کردن با همون گروگانگیرها معین کردن گروگانگیرها در دلایل دقیق گفتگو کردیم. در اثنای گفتگو بعد همون آدم با من گفت که یکی از آن گروگانگیرشدگان بسیار با شما مانند است. خیلی زیرک است. بسیار زیرک است.
ما گفتم که برادر عزیز همون کس برادر جانی ما هستن و یک پدر مادر هستیم. بعد بسیار ارتباط نزدیک پیدا کردیم، بعد خیلی مهمانداریشان هم کردیم و با او گفتم که شما آماده هستید که برای آزاد کردنی، برای نشان دادن جای گروگانگیران و راهنمایی کردن همراه ما همکاری کنید. من آمادگی گرفتم. بعدا با همراه همون آدم 2 نفر کارمند وزارت کارهای داخلی افغانستان بود و طرف مزار شریف با پرواز کردیم با شتاب عملیات. در اونجا برآوردی عملیات 11 نفر گنرال بودن و روان اونا کاظمی بود از وزارت مدافع اخبارات دقیق دادم و گفتم که در فلان نقطه در اونجا متخصصات در اختیار اونا بودن، جای بود باشد در کارت یافتن همه چیز رو با پیشتر اونا ایرافاتی ها سوکا کردگی بودن، همه چیز رو میان کردیم و باید قرار قبول میشد که چیکار کردن در کار. در آخر فکر اندیشه من پرسیدم که شما چی پیشنهاد میکنید؟ من گفتم که господа генерали, товарищи генерали, либо сейчас, либо никогда. Иначе указание глава государства Юрия Владимировича Андропова мы не будем выполнять. Если мы будем опаздывать, то возможно к вечеру возьмешь что? Вот другой выход. Они могут изменить местонахождение их, будут перевести в другое место. Или этот, который сбежал, может дойти до туда, сообщить о том, что вот так. بعداً مردم که یا حاضر یا هیچ وقت باید عملیات دسندگی زروندن نکن. در دوام 10-15 دقیقه قرار قبول کرده شد که عملیات دسندگی آواستی نشد. آواستی شد. 3 نفر از گنرال‌ها مقابل آواز دادن، 8 نفر از گنرال برابری کاظمی و زروندن عملیات. و کاظمی، گنرال کاظمی سپارش داد، فرمان امضا کرد، تمام مسئولیت به ذمه گذراندن عملیات به نقشه گرفته شد. در دوام 1.5 ساعت تا ساعت 1.5 تقریبا 20 تا ورتولیات، 16 تا ورتولیات دسنتی، 4 تا ورتولیات می-24 برای نگاه کردن تامین حفظ امنیتی این ورتولیات ها آماده ساختن و 137 نفر ما از خب پولک ورتولیاتی همون مزار شریف تقریبا 3 کیلومتر از شهر مزار دورتر بود رسپور با منطقه عملیاتی شدیم. همراهی من 12 نفر 13 نفر بودم از قوای شوروی و از افغانی و دیگر سال و با همراهی من همین آدمی که گروگان گرفته گفتیم آدمی معلومات میداده اینفارمات تقریبا بعد 30-40 دقیقه در محل واقع که بسیار یک جای تنگی بسیار تقریبا یک ورتولیات شده میتونست تمام راهنما برای ما نشان داد که این خانه ما در اونجا ما با بالا نزدیک شده ما را نشان دادگی بود و یکی از اولینا شده ما در ورتولیات فرمان پیش از من همون روبری اپراسیا پلان عملیات نادرست چکده ویران کرده او رفته در همون جای ما ششت که در این اصلا تیرپرانی سر شد از 2 جانب مجاهدان طرف شوروی که عملیات میگذارن، لیکن موافق نقشه باید ما یکان تیر نمیپروندیم، باید یکم ورتولیات من نفرامدم و در دست من بلندگویر بود روپور با همراهی همون مجاهدین رهبر گروهشون ما در ارتباط بشدم و عوض جان اونا ما همه گروگانگیرا رو باید گروگانشدگان رو آزاد میکردیم ولی همین پلان عملیات 1 درجه ویران شد. بعد من اعتراض زیاد نسبت همه رهبر گروه مایور وخرینف کردم و گروه تاجیکایی که همراه او بودن از ارمه شوروی یکی از آنها شریپوف پسر آن وقتی مدیر معارف ناحیه دنغره که در اون وقت در ارمه شوروی سرباز خطوری بعد اون فهمیدم که اینا تاجیک هستن هم گروه 10 نفر گرفته ما به نزد همون خانه آمدم
در پلوی خونه شما لباس شوروی نداشتید؟ نه آخه من ریش آخه خدا ریشی داشتم تلفاکی امچایی داشتم دیگر تو هیچ کس نمیدونست که فقط هم که مزاور موسیقی دیگر میزنم گروه نمیدونست که من کی هستم چون که وقت نبود که ما رو معرفی کنن با 137 نفر بعد این گروه رو در 12 نفر گرفتم بعد نزد خانه رفتم بعد همه راهبر گروه مجاهدین که در درون خانه تیرپرانی بود تیرپرانی بود در گفتگو شدم من گفتم که برادر عزیز ما شما را آزاد میکنیم زنده شما گروگان شدگان را آزاد زنده میکنید ما برای شما کفالت میتیم کفالت میدادید آزاد میکردن آزاد میکردن یگان پرابلم توی که مقصد هم همین بود سپاهیش عملیات هم همین بود که ما فقط برای گفتگو به تیرپرانی به یگان از دست دادن یگان جان یگان کس اما اون مایاری که سردار و تعیین کردن اون تیرپرانی را به موافقه شد به موافقه کرد و اون لجام عملیات از دست داد مجبور میشدم که من همه لجام وظیفه خودم بگیرم بعد ادعا که 25-30 دقیقه گفتگوی ما که دوام کرد امرای رابر گروهی که مجاهدین گروگانگیرا اونا چند نفر بودن؟ اونا 8 نفر بودن 8 نفر بودن همین حالت استفاده بوده از خانه دیگری یکی از موری که دیگر در اونجا دیوار داشت همون دیوار رو گردونن 10 نفر گروگان گشتگان گروگان ها از همون خانه برآمدن بعد اون که معلوم میشه که اینا برآمدن یا شاید یکی از مجاهدین رو خبر داد همین با سفارش راهبر مجاهدین باقی مونده آدما را با واسطه اتومات زدن قتل کردن بعد اون که آواز تیر از خانه دیگری برآمد شما فهمیدید؟ من فهمیدم که الکی باقی مونده شب پراندن چون میدونستم 5 نفر دیگه در اینجاست ما دیدم که 10 نفر رفت بعد سفارش دادم خودم یکی از گرانتم بود ساعتی در پرونده دو گرانت یک بار در جایی که در همون خانه که مجاهد دادم پرداختیم یک بار همین 10-12 نفر داخل خانه شدیم هم مجاهد همش مردگی خب خانه دیگری در طرف در تراس بودگی و بینم که یک نفر تیر زدگی از همینجاش تا اینجا تمام دندان از قسمت بالا دند نیست بعد خون همینجا ریخته ایستادگی بود از کتفش گرفتم جو ماندم ژیوای و گفت در ژیوای بعد تو میسوایی سویتسکی و در جواب گفتن که دایتی زکورید یکی از همین سلدتای ما سیگاری داشتن سیگاری دادن بعد دهان پوری خون تمام بدن خون ریخته ایستاده است بعد باقی مونده آدمایی که 5 نفری که کشته شدگی از جمله برادر ما از اونجا گرفتیم بعد به جای آوردیم که بعد از برای چی برادر شما نگرفتن باید میتونست یکم گریزه و آدم نسبت به دیگر رو جوان بود باید به خاطر اون که مسئولیت تمام همین چی مسئولیت تمام گروه عزیمه همین بود به خاطر اون که زبان فارسی را بسیار نمیدونست زبان عربی را میدونست خودش فقط زبان ادبیاتی اون وقت دانشگاه ملی را تمام کرده بود بسیار آدم باسواد بود خب بعد از بابام تعلیمات دینی را هم گرفتگی بود خب در آمد دیگه بابا سال 1911 مدرسه میره را بخورا تمام کرد یگانه علم بابام همین برادر ما گرفتگی بود همین امکانیت داد که خب گروگان شدگان آزاد کنه از پای اونا میگرفت تلا میکرد بر بالا میبرد و موری میگذرم خودش نگرفت که بعد در آخر میبرم گفتن همین دلسوزیش همین چی گفتم زحمت اونو امکانیت نداد که این آدم خودش براید یعنی در قطار 5 نفر کشته شدگان برادر ما کشته شد بعد اونا را گرفته بعد تقریبا 80 متر شما برادرتون چه افتاد از اونجا؟ هر کدامش را جدا میکنیم که هر کدامش کشیدم بعد بیرم رو آورده بعد گفتم آخرام گفتم که همون مرده که کیره یاره داشته گفتم جمعه خون بعد اشاره کرد که تم ام تگی موری اونجا خانه تاریک نکرد تاریک گفت تم بعد لباس سیاه داشته است که خیلی لباس سیاه که رفتم کشیدم که خیلی با پشت خوابه چپش گردوندم که از دانش خون ریخته ایستاده است ریش دراز لباساش پری خون تیز که کشیدم لباساش بالا کشیدم برم لباس کشیدم که از یک طرفا تیر زدگی
خبر بستیم بعد با خانواده هم رو خودم پشت کرده تا مسافه 80 متر با منطقه که مردگان و دیگر آدمای که همراه ما به اونجا بردیم. بعد اشاره کردیم ورتولات از مزار شریف برگشته آمدن. بعد اشاره کردیم که ورتولات در اونجا بشینن. خب در برابر بار کردن انتقال گرو شدگان خب زنده ها را آوردیم. ما 6 نفر از گروه ما یاردار شد. هیچ کس نبود از یگان کس ما از دست ندادیم. یگان کس عملیات بسیار صحیح. ما میتونستیم که تو یگان کس چی نکنیم یا زخمی هم نشد. اگر به شرطی که همون نقشه عملیات تریزی شده کمتر ویران نمیشد. بغیر از این برای ما معلوم نشد که در ما قشلاق اندرام علاقه از پاکستان یک گروه دیگر می آمده است که با ولایت‌های دیگر باید می رفتند. در همین دوره ما با اونا روبرو شدیم. ولی 137 نفر دیسنتی ما با همراه 130-150 نفری اون مجاهدین دیگر روبرو شد. بین اونها بین اونها در اگر شما در میکردید اونها اومده اینو را گرفتن. اینو ممکن نبردن. حالا که بین این منطقه و اندراب تقریبا 4 کیلومتر در این دوره زنودن که دوره عملیات آزاد کنی 4 ساعت داشت. ولی در دوره او گروه آمد و همراه ما زنودنی زیاد شروع شد. خلاص دوام 4-4.5 ساعت عملیات همه گروگانی را 10 نفر زنده 5 نفر مرده و با خانواده همه هیئت دیسن و مزار شریف برگشتیم و تقریبا ساعت 6:30 بیگاه و مزار شریف یکم فوریه بیگاه راست یک ماه و من با الکساندر سرگیویچ کلوشنیکوف هم رفت عملیات اجرا کردن سپارش اندروپول و سپارش شتاب اخبارات دادم بعدا همون شب با همراه مردم با همراه مجموعه و شهر ترمیز یگان حجت بیچز با پیدا رفتم. بعد روز دیگرش برادرمون بعد گرفتن با وطن برای دفن کردن بود. بعد یک هفته باز گشتم برای اجرایشی وظیفه‌های نوبتی باز با اختیاری رهبریتی نمایندگی وزارت کار داخلی رفتم. سلامت باشید. انا همین بود حقیقت حالی که درباره اونها بسیارها مثلا جوری کروشینسکی هم نوشته است، افغانسکی دنیونیک و خود گنرال مرتضالیوف یکی از روبران عملیات بودن. خب این درباره رحمتی این برادر شماست که در اونجا کشته شد قهرمانانه، دیگرها رو نجات داد و خود نبر اومد. و یک کتاب خوبی دیگر هم گنرال مایور دولتخوجا نظیروف دوستی نزدیکی گازete سر و یکی از سابقه‌داران امنیت شوروی و تاجیکستان پلینو ماجاخدوف نوشته است. در این باره چندین کتاب‌ها چاپ شدند و همین بود حقیقت حالی که امر، دستور و فرمان ویژه یوری اندروپوف بزرگترین رهبر شوروی را در قطار البته تمامی در اونجا در عملیات شرکت داشته ها یک تاجیک پسر اجرا کرده بود. سلامت باشید، شما عمر دراز بینید و ما حتما خاطره های شما رو درباره این جنگ و دیگر عملیات ها انتظاریم، هم بیننده ما و هم خواننده ما. و شما با حیات روزنامه SSR مینداری بسیار با موفقیت های زیاده خواهان. آباد باشید.